در روی جهانمون ندانیم جهان چیست. فرزند زمانمون ندانیم زمان چیست. تا پیر نگردیم نفهمیم جوانی، تا خاک نگردیم ندانیم نشان چیست. درود و پیام بینندگان عزیز و گرامی قدری برنامه آفتاب باران، با تمنای خوشی‌های فراوان برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می‌بخشیم. مهمان امروزی برنامه ما نامزد علم‌های فیلولوژی استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов باهرجان رجبوف هستند. خوش آمدید میگم به برنامه آفتاب باران. اشعار استاد لایق موضوعهای گوناگون را فراگیر است و می‌خواستیم در فکر و اندیشه های شما را در برنامه امروزه اوید به غزلیات استاد لایق دانسته باشیم. خب شما در قطار غزل های استاد لایق کدام غزل را انتخاب میکنید؟ مثلا اون شعر و غزل استاد لایق چنان است که هر نفری که میخواند فکر میکند که محض برای او نوشته شده است، و یا آن هر نفر یک غزلی دارند که در مورد خواندن آن به طبع آنها تاثیر میکند. غزل انتخابی شما کدام است؟ تشکر. واقعا همه اشعار استاد لایق شیرالی برای من پسند است و من غزل‌های استاد لایق شیرالی را کدامش خوبتر کدامش جدا کرده نمیتوانم. من از همه غزل‌های استاد لایق شیرالی برای خودم یک چیز گرفته میتوانم، لیکن با غزل‌های هستند که برای آدم روح الهام تازه میبخشد، هم در زندگیش هم در کار و پیکارش یا در فعالیتی چیش یا در زمزمه هایش مثلا انتخاباً غزل ها را چی میکند مقبول میدارد. غزل دریا که امروز از زمانی که تولید شد، از زمانی که این غزل نشر شد، هواداران زیاد پیدا کرد و غزل منو دریا است که خیلی جالب. در این غزل حرکت یک رود مثل حرکت انسان تصویر شده است. مثلا یک محقق برجسته تاجیکی یا محقق برجسته ایرانی میگوید که غزل دریای لایق شیرالی مقام دیگر و برتر دارد از دیگر غزل‌های استاد لایق شیرالی. این غزل را همزمان پیوندی لایق با سرزمین تاجیکستان محسوب می‌کند. مثلا میگوید که من آن رودم که اندر راه طغیان نه سنگی ره نه ساحل میشناسم، من آن دریای پر آشوب و یک رو که تنها شیوه دیل میشناسم. بسیار جالب و خواندنی و مثلا گوش کردنی است و از جانب چند حافظه هم البته این به آهنگ در آورده شد، سروده شد. این غزل در تمام دنیا، تمام آن جایی که تاجیکان برون مرزی زندگی میکنند محبوبیت دارد و تورجی عطابکی نام یک محقق دیگر در صحبت رادیویی که سال 1999 طریق رادیوی BBC صورت میگیرد از این خوب استقبال میگیرد از این غزل و این غزل را غزلی زیبا و پرمعنا و یک شرح دادن کلمه واژه یا کلمه یا واژه دریا را چی میکند به زبان تاجیکی آغاز میکند و میگوید که دریا در تاجیکستان به معنای چی نیست، رود نیست. مثلا در ایران دریا رو رود میگفتند یا رود میگویند یا دریا بحر نیست. در اینجا دریا همون رود است که در ایران میگویند و استاد لایق شیرالی هم از شیوه گفتارشان، از شیوه نگارششان این غزل معلوم است که خودشان را هم ردیف دریا چی میکنند معنی داد می شود و در بیانیه استاد لایق شیرالی در یک صحبتشان تاکید میکنند که واقعا در زبان فارسی اگر مشاهده کرده باشید دریا گاه به معنای بحر می آید،
لیکن دریایی که در شعر استاد لایق شیرالی مثلا آمده است به معنای بحر نیست، به معنای رودخانه، به معنای دریایی که امروز ما قبول کردیم. در مکانی که استاد لایق شیرالی تولید یافتند، دریای زرافشان از کنار دهشان میگذرد و کمالات بچگی و نورسیشان در همان جا مثلا چی شد، پسی سر شد و بعداً که به شهر دوشنبه آمدند در کنار رود ورزاب، دریای ورزاب دوره جوانیشان چی شد، پسی سر شد. من فکر میکنم که یکی از سرچشمه الهام استاد لایق شیرالی همین طبیعت زیبای تاجیکستان، همین رودهای جاری تاجیکستان است. و اینجا همون غزل را من قرائت میکنم: دو ره سازیم و ره پیما، من و دریا، من و دریا، دو همراهیم و دو تنها، من و دریا، من و دریا، ز یک سرچشمه می آییم، یک سرچشمه کوهی، به پایین ها از آن بالا، من و دریا، من و دریا. واقعا دریا در پایان به پایان می رود و چشمه مثال بینید که از یک قعر کوه به خروج می آید، بعد از بلندی به پایان می آید. استاد لایق شیرالی هم خودشان بینید که از یک بلندی کوه همین در نظر دارند که در یک کوهسار زندگی می کنند، یک میفرن به پستی ها برای مثلا پیشبرد زندگی. همین دریای هم وقتی که رفتن میگیرد، برای وقتی که به دشت و صحراها میرسد، به یاله ها میرسد، برای سرسبز کردن، برای خرم کردن زندگی مردم کمک میکند. و استاد لایق شیرالی هم منظورشان از انشای همین غزل هم همین است که خودشان رو هم ردیف دریا میکنند و همین تمام ایجادشان، تمام سعیشان، تمام کوشششان برای سرسبز و خرمی زندگی مردم روانه می شود. اینه بینید که در جای میگویند که من از وی شور میگیرم و از من شعر میگیرد، دو پرشوریم و پرغوغا، من و دریا، من و دریا، صدای شیلدراس دریا. مثلا امروز دریای سیر را در نظر نداریم، بسیار این سیر دریای آرام است. وقتی که در کنار دریای زرافشان راه می روید یا که همراه دریا به پایان می روید، یک آهنگ زندگی اونجا مثلا برای خودتان کشف می کنید، آهنگ شعر پیدا می شود، اونجا مثلا ترانه پیدا می شود. و الهام استاد لایق شیرالی در نزد دریا و در یک جای هم تاکید میکنند که وقتی که من الهام میبیاید، در معنی سری من کلمه ها با یکدیگر جنگ میکنند، کلمه زیباتر از کلمه پیدا میشود و از آن زیباتر با او میبیاید جنگ میکند و شعر انشا میشود و یک شعر زیبا انشا میشود. و استاد لایق شیرالی یگان بار خودشان رو یا شعرشان رو چی نکردند، تا زمانی که مثلا زنده بودند به شعرهایشان بهای بلند ندادند و خودشان هم گفتند که هر کسی که به اشعار خودش بهای بلند میتید، لیکن هر کسی که به اشعار خودش بهای بلند میتید او شاعر نیست. برای آنکه ما شعر امروز میگوییم برای درخورد مردم، برای خودشان، برای دل خودشان، برای تسکین دلشان افشا میکنم و الکی من گفتم برای همون روز پس سر میکنم با میخوام که الکی یک شعری نوی از آن بهترتر شود، ایجاد شود. واقعا غزل دریای استاد لایق شیرالی که خودشان هم در یک مصاحبهشان میگویند که از نظر عروض، از نظر آهنگین بودن کلمه بیشتر به جایی که دریا هست می روند و در تاجیکستان دریاهای بسیار هست، یعنی همین رودهای کوهی و همین رودهای شوخ و پرتکاپو و تند اما بسیار صاف و زلال که مثل آینه است. آدم عکس خود را میتواند در آبهای چشمه های رودخانه ها ببیند و افشای همین غزل هم از همین یک چی سرچشمه میگیرد، الهامی استاد لایق شیرالی سرچشمه میگیرد و خودشان دلشان بسیار میخواست که به نزد رودخانه ها روند. و امروز هم مثلا در تمام گوشه و کنار تاجیکستان
بشبه ما میبینیم که برای استراحت، برای مثلا آرام نبودن اعصاب، برای فراغت فرزندانشان علاقه مردم ساحل رودها را انتخاب میکنند و آنجا اگر شاعر برای شعرش الهام بخشد، یک تاجر مثلا برای اندیشه های من بعده مثلا تاجری خود چی میکند، انتخاب میکند و طبیعت تاجیکستان واقعا یک طبیعت دلنشین است و هر غزل و هر چیزی که استاد لایق شلیلی به تاجیکستان یا که مثلا یک شعر دیگر دارن. فکر شما برای چی مثلا شاعر به موضوعی مثلا طبیعت وطن و زیبایی توجه کرده است، وصف کرده است؟ سبب انتخاب شاعر را در چی میدانید؟ لایق شلیلی من با تکرار میکنم در یک جایی که تولید یافت بسیار یک منظره زیبا، همین در روبروی خانه استاد لایق شلیلی یک چشمه هست با نام نیت که در موسم ماه می و ماه ایون خیلی اخلاصمندان و کسانی که مثلا میخواد که آرزوهایش عمل شد به هم چشمه نیت میرود و دست میزند برای نیتی آیندهش. استاد لایق شلیلی شیوهی که در شعرشان کلمه هایی که در شعرشان استفاده بردن، وطن، تاجیکستان، منظره های دلفریب این دیار نازنین مثلا در شعرشان استفاده بردن، محبتشان به تاجیکستان زیادتر بود. در همان لحظه های وزنین ترینی که به سر انسانیت آمد، جنگ شهروندی، استاد لایق شلیلی در همان لحظه ها هم از زیبایی های وطن گفتند و این سرزمین گلپوش و اطلس پوش تاجیکستان را ترک نکردند. یک شعرشان رو ببینید که چی میگویند: چشمه هایت چشمه شعر و سرود، قله هایت صدر پیغام و درود، خاک پایت ساعتی بود و نبود، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. ببینید که چه بهای بلند میدهند به این سرزمین، به این دیار، به این طبیعت. ده ها صدها شعرشان به گوشه های زیبای تاجیکستان بخشیده شده است و در یک جا مثلا شعر به دریای ورزاب بخشیدگی هستند، در جای دیگر به رود زرافشان شعر بخشیدگی هستند، در کوههای بلند و آسمانبوس تاجیکستان شعرهاشون را افشا کردند. سبب این چیزها را انتخاب کردن شاعر هم دوست داشتن طبیعت بود، دوست داشتن مردم تاجیک، دوست داشتن دیار و خانه خودشان بود که تا وقتی مرگشان استاد لایق شلیلی در این وطن بودند، زندگی کردند و هر دستاوردی که داشتند در همین سرزمین گلپوش و نازنین تاجیکستان روی کار آمد. تشکری زیاد. واقعا هر یک شعر، هر یک موضوع خواننده خود را دارد. اون مثلا دوره‌ساز مرهپیما منو دریا این در بسیاری از برنامه ها من این شعر را قرائت میکنند برای آنکه برای من هم پسند است. بله. برای هر یک نفر طبع هر نفر را بالیده میسازد و با یک منظره طبیعت جلب میکند و افتخار از وطن خود، افتخار از منظره های وطن میکنیم. خوش آمدید میگویم به برنامه آفتابباران. بسیار صحبتی گرم و صمیمی بود که بینندگان غذای معنوی گرفتن. خوش آمدید. نشانی ما پس از مردن بیجویند، خطای ما پس از مردن بیگویند، چه گلهایی که ندیدیم و نچیدیم پس از مردن ز خاک ما بیرویند. بینندگان عزیز، در همین جا فرصتی برنامه آفتابباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان. دوره سازیم و ره پیما منو دریا
چشمه کوهی و پایین ها از آن بالا منو دریا من از وی شور میگیرم